میدونی میشه فقط با 4 تا حرکت، اونم بدون وسیله، کل بدنمون رو خوش فرم کنیم و شکلش بدیم. سلام عزیزان، امید که حال دلتون خوب باشه. مهتاب هستم، به چنل مهتاب متابولیسم خوش اومدید. داخل این ویدیو قصد دارم که با همدیگه 4 حرکت در 3 ست انجام بدیم و حسابی بدن خودمون رو گرم کنیم. قبل از اون اگه چنل من رو سابسکرایب نداری حتما سابسکرایب داشته باش یا مشترک شدن رو بزن و زنگوله پیج رو حالت آل یا همه قرار بده تا در جریان پستای من قرار بگیری. علاوه بر اون این ویدیو رو حتما برای کسایی که میدونی ورزش کردن احتیاج دارم و نمیتونم باشگاه برن، ویدیو من رو براشون شیر کن. بریم بدون وقفه با هم دیگه شروع کنیم. قبل از اون حتما ویدیو گرم کردن من رو یادتون باشه که ببینیم. من گرم هستم، میریم بدون وقفه شروع سراغ اولی حرکت. اولی حرکت اسکات پا باز و اسکات پا جمع میزنم. پس میرم یه دونه پا جمع، میام بالا، یه دونه پا باز. مرسی. دم بازم دارم، پا باز 8 تا میزنم. مرسی. حرکت بعدی دست و پا به هم میرسه، هم دست درگیره هم پا و بعدی پهلو میزنم باش. برو بریم از هر سمتی 8 تا. بچه‌ها بریم حرکت شماره 3. حرکت شماره 3 از بغل میزنم، ببینید دستا پهلوه، میره عقب برمیگرده. حرکت رو میزنم توی 20 تکرار. این حرکت رو اگه داخل منزل بعد از گرم کردن روزی 3-4 دقیقه انجام بدید خیلی تاثیر خوبی روی پشتتون، چربیای پشت و شکمتون داره. نگاه کنید چون از یه طرف میره عقب برمیگرده، اینجور حالتی داره. مرسی. 20 تا زدم. میرم حرکت بعدی. حرکت بعدی هم شکم درگیره، هم دستا درگیره، هم پشت پاها درگیره. 20 تا میزنم اینو. آب خوردن دارید آب بخورید، اگه که نه از ادامه ویدیو دوباره شروع میکنیم. برو بریم از اول. نمازم دارم، دوباره پا سر پنجه صافه. بالا حتما این هم داره، هم مرسی. بریم سراغ حرکت بعدی. متشکرم. گرد عوض میکنم.
بریم حرکت بعدی. نفس رو هر مرسی. بریم حرکت شماره 4. 20 تا میزنم دستشونه. مرسی. زانو رو میذارم و دوباره شروع میکنم از اول ست. اگه احتیاج به آب خوردن دارید آب بخورید، استاپ کنید و دوباره بریم ویدیو رو از اول با من همراه باشید. خب دوباره بریم از اول. شروع میکنم حرکت اسکات ها. حرکت بعدی جذب میکنم. مرسی. به حرکت بعدی خب مرسی عزیزان که تا اینجای ویدیو رو با من همراه بودید. خیلی عالی بود. حتما عزیزان نظراتتون رو توی کپشن باکس برام بنویسید. خیلی برام با ارزشه. حالا چه مثبت باشه چه منفی باشه، دوست دارید یه چیزی اضافه بشه حتما بنویسید که مثلا این ورزش رو دوست دارید اضافه کنی یا این ورزش برای کدوم قسمت بدن مناسب. هر سوالی که دارید بپرسید تو کپشن باکس، برام با ارزشه و حتما پیگیری میکنم و بهتون جواب میدم. در پناه الله یکتا شاد و سلامت و تندرست باشید. حتما هم اگه منو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.